با سلام. دوستان یه سریا براشون سوال هستش بالاخره چی مهم است تو این ایردراپ CX؟ آیا کریپتو بالانس مهم است، سکه های آبی مهمه، یا اینکه مثلا نه اصلا سکه های زرد مهمه؟ ببینید، تو این صفحه اصلی شما دارین میبینید دو نوع سکه داره. یه نوع سکه زرد داره، یه نوع سکه آبی، که گفتم سکه های زرد نماد دلار هست و سکه های آبی نماد بیت کوین که به راحتی تو قسمت کانورت به هم تبدیل میشن. نکته اینه که سکه های زرد برای تبدیل های داخل بازی، خریدن کارت ها، بالا بردن پروفیت ساعتی و اینجور مسائل. اون چیزی که مهم است قسمت بالا یا کریپتو بالانس هستش که تو شامل 3 قسمت پاور که تعداد سکسپی ها هستش، قسمت پروفیت ساعتی و کریپتو بالانس یا تعداد سکه های آبی میشه. هرچی که سکسپی از داخل بازی به دست میاریم، باز تماشا کردن ویدیوهاش یا کارت هایی که خریداری میکنید میری تو قسمت پاور. این معادلش هر چقدر که سکسپی هست، معادلش فرضاً مثلا 500,000 تا سکسپی بشه فرضاً یک بیت کوین، میشه فرضاً یک بیت کوین در ساعت به پروفیت ساعتی اضافه میشه. یعنی هر چقدر که سکسپی به دست میارین معادلش به پروفیت ساعتیتون اضافه میشه که یه رابطه تعادلی با هم دارن. افزایش مقدار سکسپی باعث افزایش پروفیت ساعتیتون میشه و در نهایت این پروفیت ساعتی یک تعدادی سکه آبی یا کریپتو بالانس بهتون میده که این کریپتو بالانس یا سکه های آبی مهمترین چیز هستن تو بازی و باید سعی کنین که تعداد این رو بالا ببرین که میگم در نهایت بعدا دوباره میتونید تبدیلش کنید به سکه های زرد داخل بازی برای بالا بردن لول، برای خریداری کارت یا هر کاری دیگه که میخواین باش انجام بدید.